کاری پرراوجی سوداکاران در حوزه ترانسفری سال 21 اجاره‌کارای بر زیاد به مثال زنبورهای پس از بارانی و راهبران نوی دسته بکرمی دستان از مطلب‌های اصلی صدمین نشر برنامه ترانسفر در عملند که در همین فرصت‌ها منظورتان می‌گردانیم. نخست از آن میگویم که بازیگری کیها برای چلسی نالازم لوکاس پیازون پس از آنی که تنها 3 بازی در صف کبوت‌ها گذرانیده و 7 مراتبه دیگر به اجاره فرستانیده شده بود، اخیراً از چلسی به براگا گزارش کرد. این بازیگر 26 ساله با جانب پرتغالی شرطنامه مهلتش تا سال 2025 امضا نمود. با صف چلسی باشد این برزیلی سال 2012 از سان پائولو گزارش نموده با کلگی در صف تیم انگلیسی چی خیلی گفتیم 3 بازی گذرانیده است و خلاص. وقتی 7 مراتبه از چلسی به اجاره رفتنش باشد، پیازون در تیم‌های مالاگا، ویتس، آینتراخت، ریدینگ، فولخم، کییو و ریو آوه هنرنمایی کرده است. وابسته به آنی که سرآغاز سال نوین ارسنال لندن قدرت پیدا نمود که با سلسله بازی‌های مثبت وضع خویش را در جدول پرمیر لیگ انگلیس بهبود بخشد، در میان موسم هم ضرور آمد که با وارد نمودن دیگرگونی‌ها در حقیقت باز هم نتیجه‌های باشگاهی را بهتر نماید. هرچند که ما از خریداری ارسنال در برنامه پیشین گفتیم، این نوبت از تمدیدکنی شرطنامه با راب هولدینگ خواهیم گفت. ارسنال رسما شرطنامه راب هولدینگ را تمدید نمود و قرارداد نو شده این بازیگری 25 ساله انگلیسی تا سال 2024 مهلت پیدا نموده، همچنین به 1 سال دیگر تمدید کرده می شود. در این میان سابق نیمه‌حمایه‌گر ارسنال جک ویلشر شرطنامه با بورنموث نوشته کرد. این نیمه‌حمایه‌گر 29 ساله با باشگاه چمپیونشیپ شرطنامه تا آخر موسم جاری امضا نموده. بازیگر انگلیسی فوتبالباز آزاد بود پس از آنی که با وست هم ماه اکتبر سال پار شرطنامه را قطع نمود. ویلشر اصلا دستپرور اکادمی ارسنال بوده، تابستان سال 2018 با وست هم گزارش نموده بود و در مسیر 2 موسم آنجا تنها 19 بازی دایر کرد. در صف بورنموث باشد فوتبالباز نامبرده در موسم سالهای 2016-2017 به طور اجاره بازی نموده بود. ارسنال اگر ویلشر را به چمپیونشیپ فرستاد، امیو فوسومنسا را بر عوض همگی 1.8 میلیون پوند به بایر فروخت و با همین حمایه‌گر منچستر یونایتد تیموته فوسومنسا ادامه مسند ورزشی در آلمان میکند. بازیگر 23 ساله با جانب بایر شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 2024 امضا نموده. این نیدرلندی در تیم نوش رقم 24 گرفت. با اکادمی امیو باشد فوسومنسا سال 2014 از آیاکس پیوسته، اصلا بیشتر در تیم‌های نورسان و جوانان یونایتد میدانداری می‌نمود. در هیئت اساسی دیوانی سرخ باشد سال 2016 باری نخست به میدان برآمده، در موسم فعلی تنها 1 مرتبه در پرمیر لیگ انگلیا وارد بازی شده بود. در ادامه صحبت‌های ترانسفری سری زادگان وطنی فوتبال علاوه باید کرد که سابق بازیگر منچستر یونایتد و اورتون فیل نیویل باشد مربیگی دسته اینتر میامی بکهم را به گردن گرفت. جای کار اخرین متخصص 43 ساله باشد منتخب فوتبال بانوان انگلیا بوده. نیویل دسته منتخب را به خاطر دسترسی دعوتنامه از MLS ترک نموده بود. همچنین اینتر میامی امروز کریس هندرسون را به حیث دیرکتور ورزشی تعیین نمود و چنین تغییرات ها را یکی از مالکان دسته و سابق همدسته نیویل در امیو دیوید بکهم چنین طور شرح داده است: من خیلی راضی از آنم که ما چنین گروه متخصصان را برای پیشبرد کاری دستوی تعیین نمودیم. من فیل را از دوران کودکی وقتی در اکادمی یونایتد بودنم میشناسم و ما را بسیار ارزش‌های بزرگ پیوند میکنند. کلی نفرانی که با فیل کار کردند میدانند که فیل پیشوای رئالی است و این وقتی قلعه بود تا ما او را دعوت نماییم، گفته بود بکهم. پیشتر باشد نیویل در استاد مربیان امیو، سالفورد و والنسیا فعالیت نموده. منتخب فوتبال بانوان انگلیا نخستین دسته او به حیث سرمربیگی به حساب می رود. اشتباه بزرگ ترانسفری فلوپرس البته که بازگشت به سمت پیشین را پیشه کرد و این هم لوکا یوویچ است. نفری که تابستان سال 2019 از اولین خریداری‌های باشگاه شانه بر عوض 60 میلیون یورو گردید و با قول باید که دروازه‌های حریف را گلبران میکرد. اخیراً از دستش کاری دیگر نموند بجز از بازگشت دوباره به آینتراخت خودی. حمله‌ور سربی رئال مادرید لوکا یوویچ پس از 1.5 موسم استراحت در کورس‌های احتیاطی
باز هم راه سوی فوتبال آلمان پیش گرفت و اینجا با یک بارگی از کی بودنش را نشان داد. باشگاه فرانکفورت سربی 23 ساله را تا آخر موسم جاری به اجاره گرفته در تیم آلمانی یاویچ تحت رقم 9 بازی خواهد کرد. در صف رئال مادرید باشد یاویچ همگی 11 مرتبه در هیئت اساسی به میدان برآمده با کلگی قریب 1000 دقیقه در میدان پس سر کرده است. همگی در 32 بازی در صف رئال یاویچ 2 گل زده و 2 پاس گل‌آور در آمار دارد. در صف فرانکفورت باشد الکای در نخستین بازیش به زدن 2 گل دست یافت. 2 گلی که در نیم ساعت زد و از حساب ناتوانی شالکه هم قوت گرفت. تغییرات‌های چشمرسی که نماینده رخشان لیگ یکم فرانسه را فرا گرفته بودند، این به اجاره رفتن موسی دمبله به اتلتیکو و بر عوض او به پول آوردن اسلام سلیمانی میباشد. تیم مادریدی با همین حمله‌ور 24 ساله المپیک لیون را تا انجام موسم جاری به اجاره گرفته 1.5 میلیون یورو پرداخت می‌کند. همچنین حق خریداری بر عوض 33.5 میلیون یورو نیز وارد شرطنامه اجاره بازیگر فرانسوی بوده. 5 میلیون دیگر را میتوان طریق علاوه پول‌ها به دست آورد. همچنین لیون 10% از پول فروش من بعد دمبله را نیز به دست می‌آورد. بر عوض دمبله باشد چطوری گفتیم اسلام سلیمانی به پول به دسته دعوت کرده شد. با این بازیگر باشد شرطنامه مهلتش تا سال 2022 امضا شده. بازیگر الجزایری الکای در موسم پارساله در لیگ یکم در مصاف موناکو بازی نموده بود و در دوام 18 بازی 9 گل و 8 پاس گل‌آور با آمار گرفته بود. المپیک مارسل باشد در این میان حمایتگر لیرالا را از فیورنتینا با حق خریداری به اجاره گرفت و تا آخر همین موسم باشگاه فرانسوی امکانیت دارد که این اسپانی 23 ساله را خریداری نماید. پول لیرالا الکای در صف مارسل در سوپر جام فرانسه بر مقابل پاریژ 25 دقیقه به میدان برآمده. همچنین در لیگ یکم به مقابل نیم پورا 90 دقیقه را پس سر نمود. از لیگ یکم فرانسه میگذریم به تینکوف پرمیر لیگ روسیه و خواهیم فهمید که تیم‌های روسی در بازار فوتبالی چی دعوی کردند. نخستین کاری چشمرسی که در روسیه فوتبالی انجام شده است این خریداری هلندی از جانب اسپارتاک است. ارزش ترانسفری هندریکس به اسپارتاک طبق معلومات رسمی 500,000 یورو را تشکیل داده. شرطنامه با نیمه‌مهاجر یاریت هندریکس به مهلت 3.5 سال بسته شده است که آن هم تا تابستان سال 2024 مهلت دارد. طبق نتیجه برآمد فوتبال باز همچنین به تیم هلندی پرداخت علاوه پول‌ها نیز در نظر است. اگر هندریکس 2 موسم پی هم در یوروجام‌ها با اسپارتاک بازی نماید PSV از مسکو 150,000 یورو به شکل علاوه پول‌ها خواهد گرفت. معاش این نیمه‌مهاجر تکیه‌گاهی 25 ساله باشد 1.2 میلیون یورو را در یک سال تشکیل داده میتواند تا به 1.5 میلیون یورو زیاد کرده شود. منطق انجام دهی چنین گزارش باشد چنین است: کرال را به فروشگرها آماده میکنند و احتمالاً نسبت بازیگر چخی اسپارتاک توجه از انگلیس است و محض برای عوض کنی الکس لازم شد که بازیگر نو آورده شود. به اندیشه کارشناسان فوتبالی یاریت هندریکس همان نفر است که میتواند نبود الکس کرال را در اسپارتاک جبران کند. هندریکس در صف PSV از سال 2013 برآمد نموده 8 گل و 17 پاس گل‌آور در 239 بازی در صف این تیم نیدرلندی دارد. اسپارتاک مسکو بر عوض خریداری نوین همچنین توانست که از یک بازیگر دیگر نالازم خویش خلاص شود و این نفر هم مالکولم بادو است که دسته را ترک می‌نماید. جانب‌ها با رازگی طرفین شرطنامه را قطع نموده. این بازیگر را اصلا مسکوگو وارد هیئت موسمی نکرده بودند. نیمه‌مهاجر 23 ساله مالکولم بادو با اسپارتاک از دسته دوم وولفسبورگ تابستان سال 2019 گزارش نموده در صف دسته اولیه بازی نکرده بود. در صف اسپارتاک 2 باشد مالکولم بادو 24 بازی در مسابقات دوره المپیانل گذرانیده با آمار 1 گل و 2 پاس گل‌آور از میدان بیرون شده است. لوکوموتیو مسکو نیز به خاطر به اعتدال آوردن وضع فعلی خویش در جدول دست به نوکاری‌ها میزند و الکای از بردو پابلو ناسیمنتو را آورد. پس از معاینه طبی که هنوز سال 15 ژانویه در بارسلونا گذرانیده شده بود، لوکوموتیو با فوتبالباز برزیلی شرطنامه امضا نمود. قید می‌نماید خدمات مطبوعاتی رایحانچیان. تابستان سال 2020 باشد فرانسوا کامانو از باردو به لوکوموتیو گزارش کرده بود. همین طریق بازیگر برزیلی 29 ساله به صف لوکوموتیو گزارش نموده در این مورد چنین گفت: من خوشنودم که به لوکوموتیو میپیوندم. برایم این امتحانی نو در مسند ورزشی است. کل نیرویم را برای بازگردانیدن باشگاه به موقعی برایش ارزنده صرف خواهم کرد. مخلصان میتوانند در این مورد باور داشته باشند.
کاری بزرگ ما را در پیش است. شرط داده است گزارش خیش را پابلو. پیشتر باشد خبر داده می شد که ارزش این ترانسفر 2 میلیون یورو را تشکیل داده، بازیگر رقمی 3 گرفته است. در سری آ ایتالیا باشد به دسته الدور شامورادوف استروتماند از مارسل به طور اجاره گزارش کرد و باشگاه ایتالیایی که حالت سنگینی را پشت سر می کند این نیم حمایتگر 30 ساله را تا انجام موسم جاری به اجاره گرفته است. بازیگر منتخب نیدرلندها الکی به تیم نو خویش پیوسته است. در ایتالیا باشد استروتماند الکی از سال 2013 تا سال 2018 در صف روما بازی نموده، در موسم جاری باشد در صف مارسل 11 بازی در لیگ یکم گذرانیده است. میلان باشد در این میان منجوکیچ و 2 بازیگر دیگر را به موقعهای سیر مشکل گرفته در باشگاه واقعا هم از برای اسکودتو مبارزه میبرند. برای پررگی هیئت تنها عوض کننده تئو ارناندز نمیرسد. میلان خود پیشتازی در سری آ را ادامه داده پس از 17 دور دسته استفانو پیولی همانا صدرنشین است. زیاده از این در کل موسم جاری باشگاه میلانی تنها 1 باخت در موسم دارد و آن هم 1-3 از قهرمان فعلی ایتالیا می باشد. مشکلات میلان با هیئت باشد باز هم بیشتر شده. در روی خط جراحت برداشتگان تا حال ماتئو گابیا و اسماعیل بناصر هستند و از برای سرایت‌شوی به کرونا ویروس بر روی خط از صف افتادگان آنته ریبیچ، رادیک رونیچ، خاکان چالخانوگلو و تئو ارناندز نیز شامل شدند. از این رو میلان تلاش میکند که به خاطر حل این مشکل در بازار ترانسفری چنین طور عمل کند. تا به امروز الکی بازیگر تکیه‌گویی از تارینو سوالخو میتی آورده شده. در فرصت‌های نزدیک همچنین نمایشگر مرکزی از چلسی فیکایو تاموری و حمله‌ور ماریو مانجوکیچ که عین حال فوتبالباز آزاد است به تیم شامل کرده می‌شوند. حمله‌وری منتخب خرواتیا که زمستان سال پر از یوونتوس به تیم قطری آلدو هایل گزارش نموده بود، آنجا پس از 5 بازی شرطنامه‌اش را بکار کرد. عین حال باشد رسما اعلام کرده شد که ماریو مانجوکیچ چون فوتبالباز آزاد با میلان شرطنامه مهلتش تا آخر موسم امضا نمود. با چنین رنگ گرفتنی کار میتوان گفت که عین زمان میلان دسته نهایت مقتدر گردیده باور کردن به گرفتن اسکودتو از جانب این تیم باز هم آسان‌تر می شود. تنها باشگاه را ضرور است که در 2 هفته باقی مانده عوض کننده تئو ارناندز را نیز پیدا کند. همزمان استانبول از میلان لئو دوارته را به 1 سال با حق خریداری به اجاره گرفت. همین طریق لئو دوارته رسما بازیگر استانبول به شخیر گردیده. این حمایتگر میلان به تیم ترکی به طور اجاره گزارش کرد که آن هم تا سنه 3 یولی سال 2022 مهلت دارد. در شرطنامه همچنین نقطه حق خریداری بازیگر هم درج شده است. در خصوصی از جانب ارتتا شامل بازی‌های موسمی نکردن اوزیل ما به همگان گفته بودیم و معلوم بود که مسعود اوزیل با چنین رنگ گرفتنی کار همین زمستان آرسنال لندن را ترک می نمود. عموما کارهای بیرون از فوتبالی مسعود اوزیل هم خوب پیش نمی رفت و مثال آنی که موسم قبلی محض از برای عکس‌العمل اوزیل چون نشانه اعتراض بر مقابل تبعیض اویغورها در چین کشور زیر آسمانی از پخش کل بازی‌های آرسنال دست کشیده بود. رسانه‌ها از آن می گفتند که مسعود اوزیل با پیشنهاد تیم فنربخچه رازیگی داده است. باشگاه آوازدار استانبولی به همجوارش نه تنها معاشی بزرگ 5 میلیون دلار در 1 سال پیشنهاد کرده است بلکه بهره امضاکنی شرطنامه همچنین 2.5 میلیون دیگر تقدیم می کند. شرطنامه با اوزیل باشد و مدت 3.5 سال امضا می شود. مسعود اوزیل هم اخیراً از خلاص شوی از کلی سر و صدای پیش در پیچ و هول زارش در آرسنال در صفحه توییتریش در خصوص رفتن از آرسنال اشاره نمود. بازیگر ترک تبار آلمانی رسما بازیگر فنربخچه اعلان شده با تیم ترکی شرطنامه امضا می کند. تا آخر موسم باشد اوزیل در سوپرلیگ ترکیه تحت رقم 67 برآمد نموده در موسم نوبتی باشد رقم 10 خواهد گرفت. خط سیر استانبول لندن که اخیراً مسعود اوزیل را به ترکیه رساند و گفته زیاده از 250,000 نفر آن را پیگیری می نمودند و کل این نفران البته که مخلصان ترکی مسعود اوزیل بودند. نادرکارترین فوتبالباز چلسی در سالهای اخیر که البته یکی از ناموفق ترین خریداری اشراف زاده هم نامیده می شود اخیراً نیز راه به سمت ترکیه پیش گرفت. انیختر کرده گوییم چلسی درینکواتر را به کاسیم پاشا به اجاره فرستاد. گوی ترکی از اجاره بازیگر انگلیسی تا آخر موسم اعلان نموده خبر داده می شد که کبودها نیمه معاش این بازیگر را پرداخت می کنند. دنی درینکواتر پس از بازگشت از اجاره از استون ویلا یگان بازی نگذرانیده در فرصت‌های اخیر در بازی رسمی تنها ماه فوریه سال 2020 به میدان آمده بود و آن هم در صف تیم جوانان چلسی.
این بود کل آن تغییرات‌های چشمرسی ترانسفری میان زمستانی از عالم فوتبال بزرگ. خیر، شاد و پیروز باشید.